سلام و درود، چطورید؟ امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیوی جدید. من آروین هستم از چنل گیمر برتر و امروز بچه‌ها خیلی وقتا شده که یه بازی میخوایم بازی کنیم که فیلتره و نیاز داره که فیلتر شکن بزنیم و فیلتر شکن هم باعث میشه که خب سرعت نت خیلی پایین بیاد و پینگمون خیلی بالا بره توی بازی، مخصوصا اگه آنلاین باشه. بازی آفلاین که پینگ نداره. و یه برنامه یه برنامه قراره بهتون معرفی بکنم که از فیلتر شکن خیلی بهتره، ولی خب DNS هم نیست. DNS محسوب نمیشه. نه، DNS محسوب نمیشه. یه برنامه خاصه، نمیدونم بهش چی بگم واقعا، یه بوستره خب، که فقط هم برای بازی جواب میده. شما برای مثلا یوتیوب یا اینستا نمیتونی ازش استفاده کنی، ولی خیلی سرعت بازی رو بالا میبره و حتی اگه شما بازی که داری بازی میکنی فیلتر نیست، باز همین ویدیو رو ببین، چون رو پینگت هم خیلی تاثیر داره. حالا اگه پینگت خوبه هیچی، ولی اگه پینگت بده باز همین ویدیو رو ببین. و اینکه خلاصه برنامه آوردم کاربردی، ساده، راحت، ایزی. بریم ببینیم با هم. خب بچه ما اومدیم. بچه شما برای بازی کردن بازی های فیلتر بدون فیلتر شکن به یه برنامه نیاز دارید به نام گیراپ بوستر. البته خب نمیدونم اسم کاملش فکر میکنم هست گیراپ گیم بوستر. حالا من نصب کردم نوشته گیراپ بوستر. کلا این برنامه لوگوش هم که میبینید دیگه، لوگوش هم که اینه، میبینید قشنگ متوجه هستید. و اینکه از کجا میشه دانلودش کرد؟ همه جا، از تو گوگل پلی، از تو مایکت، از تو بازار، هر جایی که دلتون بخواد، از هر جایی که دلتون بخواد میتونید نصبش کنید. البته من بچه یه چیزی رو بگم، من الان ورژن این برنامه رو ورژن قدیمیشو دارم، ورژن جدیدشو من نمیدونم که فیلتر شکن میخواد یا نمیخواد، اینو من نمیدونم و تست نکردم چون میترسیدم فیلتر بشه، ولی ممکنه فیلتر هم نباشه. باید برین و حالا تست کنین. ورژن این برنامه‌ای که من الان دارم، ورژنش همینجوری که میبینید این پایین زده. من نمیدونم چرا موبایل گیر میکنه، ولی خب پایین صفحه رو نگاه کنید. ورژن 1.16.0 حالا 0.602 این ورژن در واقع اونیه که من دارم. حالا این 4 رقم آخر رو کار نداشته باشید، 1.16.0. خب ورژن من 1.16.0. شما دقت کنید که این نسخه رو نصب کنید. میتونید ورژن جدید رو هم نصب کنید، ولی من گردن نمیگیرم که اون فیلتر باشه یا نباشه، اینو من بگم. و به نظرم اگه میخواید نصب کنید همین ورژن رو نصب کنید، که برای نصب این ورژن بهتره که برید سرچ کنید توی گوگل مثلا دانلود برنامه گیراپ بوستر ورژن 1.16.0 و بهترین کار اینه که این کارو بکنید و همین دیگه. به نظر من بهترین کار همینه. حالا برنامه چجوری هست ما الان واردش میشیم اینطوری. حالا بله، اینجا شما بازیایی که روی گوشیت داری و اینجا واسط میاره. حالا بعضی وقتا مثلا یه بازی تبلیغاتی هم میاره، مثلا الان این آناز گاردن این چی هست، مثلا این بازی رو من ندارم ولی تبلیغاتی واسم آورده میگه اینو دانلود کن. حالا ما اهمیت نمیدیم، دانلود نمیکنیم. هر بازی رو که بخواید بوست کنید، حالا مثلا خیلی بازی فیلتر نیستن، مثلا ماینکرافت فیلتر نیست، کالاف فیلتر نیست، ولی مثلا یه بازی مثلا آن داون یا مثلا یه بازی مثل آرنا بریک اوت، اینا فیلترن. شما اینا رو باید با فیلتر شکن بازی کنید، که حالا ما با این برنامه خیلی ساده داریم بهتون ثابت میکنیم. حالا مثلا الان من یه بازی رو برم که فیلتر باشه، شما ببینید. مثلا ببین الان بازی آرنا بریک اوت یک بازی کاملا فیلتره. ما الان وارد این بازی میشیم، اینطوری همچین منوی داره، این لود میکنه 100% میشه. بعد اینجا اوپن گیم رو شما میزنی پایین صفحه و
اینطوری وارد میشیم. از صدا رو کم کنم. به همین سادگی و خوشمزگی شما میتونی وارد برنامه بشی. میبینید که داره لود میکنه. حالا من ویدیو رو هم ترجیحاً نمیخوام کات بزنم که شما ببینید که تمام چیه لازم تمام سکانس ها تمام لحظات رو ببینید. اصلا لایک شد پس یه ویدیو رو نمیدونم واجد کلاس خب رفتم چه کردم چی نمیدونم شاید باشه من باز بازی به راحتی باز شد بازی کاملا فیلتر میتونید بسازید باور کنید بازی نکنید البته بازی دیگه همینجوری که میبینید داره لود میکنه دیگه. حالا شما میتونید ویدیو رو جلو بزنید. من فقط صرفا برای اینکه بفرما وارد شد. ما الان توی بازی هستیم و میتونیم خیلی راحت بازی کنیم. اینجا نمیدونم بخش میشن و کانتکت و اینجا کانتکت نمیدونم مثلا اینتر میزنی بازی میکنی فلان. و فکر نمی کنم دیگه نیاز باشه وارد مچ بشیم که ببینید دیگه. هم که داره وارد لابی بازی میشه دیگه همه چیزو معلوم میکنه. و وقتی هم که بخواید از بوستش خارج بشید اینجوری میاید اینجا اینو میبندین، پنجرهشو میبندین و اینجا وارد برنامه گیراف میشین، استاپ بوستینگ رو میزنین و تمام. به همین سادگی، یعنی شما به همین سادگی میتونید تمام بازی فیلتر رو اجرا بکنید. و حالا مثلا بازی فیلتر، مثلا این ایس ریسر هم فیلتر، فارلایت 84 هم فیلتر، آنداون هم فیلتره، ولی خب اینا تا بخواد لود بشه طول میکشه. بخشای دیگهش چیه؟ بخشای دیگهش مثلا یه گیمز داره. نمیدونم این گیمزش مثلا میتونید اینجا بازی ها رو دانلود کنید. مثلا اینجا فری فایر داره، نمیدونم کلش آف کلنز و پابجی و مثلا. حالا البته اینا رو از توی خود برنامه نمیتونید دانلود کنید. اینا رو باید وقتی بزنید وارد گوگل پلی میشه. یعنی در هر صورت از این برنامه نمیتونید هیچی دانلود کنید. اینو الان من بزنم میره تو گوگل پلی. این میخواید دانلود کنید از توی گوگل پلی دانلود کنید. این بخشش به درد نمیخوره. وارد میم که بشید اینجا تنظیمات دیگه. مثلا یه ستینگزی داریم اینجا. مثلا کلیر کش، مثلا ما کلیر کشش میکنیم. بعد نمیدونم لانچ گیم افتر بوستینگ مثلا اینا رو زده. و در کل همین دیگه. یه برنامه خیلی سیستماتیک ساده ای هم داره. خیلی راحت میتونید با سرعت بالا، یعنی من حتی بعضی وقتا برای بازیایی که فیلتر نیستنم از این برنامه استفاده میکنم، چون که بجز اجرای بازیای فیلتر شده، بجز اون شما اصلا کلن چی میگن، اصلا فرض کن مثلا کالاف پینگت اصلا بهتره، اصلا بازی بهتر واقعا اجرا میشه و نیاز نیست حتما برای بازی که فیلتر شکن نیاز داره برای از این استفاده کنید. حتی بازیای عادی هم میتونید ازش استفاده کنید و واقعا هم کاربردیه. و همین دیگه. حرف دیگه هم که باقی نمیمونه. برنامه رو زیر و رو کردیم و همین دیگه. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله بغل رو یادتون نره. زنگوله رو بزنید بشکنید، بدبخت و بی پدر مادرش کنید. چی میگار اینجا. و همین دیگه آقا. حرفی باقی نمیمونه و امیدوارم که به کارتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.